اونی که اونجاست میزنم، با همه لاس میزنم، یه زنگ به عباس میزنم. بهم نمیسازه در کل. محسن رو پیدا نمی کنم هرچی میگردم. محسن اینجا چیکار میکنی؟ یه لحظه عرب گرفت. سلام بچه ها، خوش اومدیم به کانال خودتون. من محسن هستم و امروز قراره یه تغییر دکور خفن بدم واسه کانال یوتیوبم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید و لایک حتما یادتون نره. برو بریم. خب بچه ها، اومدم دنبال سینا که با هم دیگه بریم فروشگاه و دکوری که میخوام رو با هم دیگه پیداش بکنیم و بیایم خونه و نصبش بکنیم. خب بچه ها، رسیدیم باوهاوس، فروشگاهی که توش همه چی داره ولی ما فقط با قسمت دکورش کار داریم. از شیر آدمیزاد تا تخم آدمیزاد اینجا وجود داره. خب بچه ها، بین تمام این دکورایی که ما اینجا دیدیم این چشمو گرفتش و از همشون هم خوشگل‌تره. دو تا از اینا روی همدیگه قرار میدم و پشتش هم یه دونه چسب میزنم و لابلای اینا هم چراغ قرار میگیره. این چراغا فکر میکنم که خیلی خفن بشه و امیدوارم یه چراغی پیدا بکنم که بشه رنگاشو عوض بکنم. حالا تو هر ویدیو یه رنگ آبی، یه رنگ قرمز، رنگای مختلف، خیلی شیک میشه. خب بچه اومدیم تو قسمتی که لامپاش هستش و ببینیم که چه چراغ قشنگی رو میتونیم پیدا بکنیم که دکورمون رو یه ذره قشنگتر بکنه. امیدوارم یه چیز خوب بتونم پیدا بکنم. بچه ما یه نفر رو پیدا کردیم که اومد راجع به این چراغا بهمون اطلاعات دادش و حساب کردیم دیدیم ما اگه بخوایم 4 تا یا 5 تا یا 6 تا از اینا بگیریم برای هر کدوم ما نیاز به تبدیل داریم و برای هر کدوم از این تبدیل‌ها هم نیاز به آداپتور داریم. بعد مهمتر از همه اینا ما فکر کردیم که اینا برای رنگاش هستش که اصلا هیچ ربطی به رنگ نداره. اینا سنسور هستش، مثلا برای اینکه تو بخوای با دست خاموش روشن بکنی، با گوشی خاموش روشن بکنی، بلوتوثی باشه یا چی. و اصلا این لنزیش نیستش. یعنی لنزیش میشه به فارسی سینا؟ آجا برو. لنزیش میشه به صرفه نیست. آره این به صرفه نیستش و قیمتش خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنیم در میادش و بهتره که بریم همون RGB ها رو بگیریم که خیلی خفن‌تر و بهتر و رنگ‌های مختلف هم داره. انگوشت میکنم. بعد از کلی گشتن اینجا اون چراغو دیدیم، این چراغو دیدیم، اون چراغو دیدیم، آخرش رسیدیم به همین چراغای معمولی بدون سردرد. فقط پریزو میزنی و اینم شینه است، میذاریم روش و کار جمعه. خیلی هم خوشگل، دیگه نیازی نیست واسه اون تبدیل بگیری، نمیدونم یه دونه آداپتور جداگونه بگیری. با اینا کار جمعه، یه چیز خوشگل و خفن در میاریم. بریم ببینیم چی میتونیم درست بکنیم. آقا ببینید به خاطر یه دونه دکور من چقدر تو هزینه افتادم. فقط نگاه کن. 6 تا پلاته چوبی، اینا 4 تا از این لاینا بلند، 2 تا از این لاینا کوچیک و بله. یه دونه LED، یه دونه چسب. درسته؟ 259 یورو 11 سنت. بله. به پول ایران میشه 25 میلیون و 25 میلیون دیگه. بیشتر. 25 میلیون. آره. 25 میلیون تومان فقط برای یه چسقل دکور. پس لایکو بزن. مرسی. خب بچه‌ها، وسیله رو گرفتیم و اومدیم خونه و یه چالش خیلی بزرگ داریم. اینجا که راحت میتونیم پنلا رو نصبش کنیم. راحت که نیست، یه ذره دردسر داره. ولی برای پشت آکواریوم ما مجبوریم که آکواریوم رو یه کوچولو بکشیم جلو. و سختی کار اینه که اگر یه کوچولو ما بعد اینو جابجا بکنیم ممکنه که آکواریوم بترکه یا شیشه‌اش یه اتفاقی بیفته دیگه خلاصه. و باید خیلی مواظب باشیم که آروم بکشیم جلو و پشتش هم بتونیم دکورمون رو انجام بدیم. خب آقا بریم که آکواریوم رو بکشیم جلو که امیدوارم که هیچ اتفاقی نیفته. خیلی خطرناکه. سینا یه دقیقه بیا. 3 بار بگو چیپس چسب چوب. پشت سرم تون. چیپس چسب چوب، چیپس چسب چوب، چیپس چسب چوب، چیپس چسب چوب. تون پشت سر هم دیگه. نه چیپس چسب چوب، چیپس چسب چوب، چیپس چسب چوب. نه دیدی. خب بچه‌ها بریم که پنل اولمون رو بچسبونیمش به دیوار. امیدوارم که خوشگل از آب در بیاد دیگه. ببینیم چی میشه.
حاجی این جواب نیستش، چون چسبیده پنجره و آهنه. برای فقط رو دیوار. آره دقیقاً مونش سینا من دارم میگم پنجره رو واقعا بیخیال شید. پس کلاش چسباشو بکنید. آره پنجره بیخیال شید، از دیوار بیایم جور در نمیادش. بچه‌ها پلن A B C D E F G I love you آقا کنسل شده. ماشاءالله امجان شوشه لیپتلیلونه امجان شوشه یا مراس. آقا حواسمون نبوده چیزه این پلنه همش ریده شد توش، پنجره کلا نمیشه جور در نمیادش. بعد از دیوار شروع کنیم تا اینجا بریم ببینیم چی میشه دیگه. فلاور خوب هست. فلاور خودش مگه گل نمیشه؟ آره فلاور مکدونالد. نه آقا وایسا، زره اومده، ما تو آلمان زندگی میکنیم خب وایسا، زره اومده میگه وقتی توی آلمان بری به یکی بگی پرشه بهت میخنه، باید بگی پخشه. بیراموس دلغک پخشه. آدم نمیدونه چی بگه به این چی رو آدم. آقا همون پرشه درسته، ول کنید چرت و پرتا رو. هرس میدن آقا آدم. خب ادیتور سرعت ویدیو رو ببرش روی 1000 رو دوست دارم سریع برسیم به آخرش رو ببینیم دکورمون چجوری میشه. یه بار دیگه ما بریم باوها و همون فروشگاهی که وسیله رو خریدیم میخ بگیریم بچسبونیم به اینا. بچسبونیم که یعنی باید میخو بزنیم بره تو دیوار، چون این از این بالا وا شده، چسباش خیلی قوی نیستش. بدون آس میزنم از اونی که اونجاست میزنم، با همه لاس میزنم، یه زنگ به عباس میزنم. بهم نمیسازه. آقا معروف شدیم رفت اومدیم اینجا، این یارو بهمون گفت شما همون یوتیوبرها هستین. ما گفتیم آره. محسن رو پیدا نمی کنم هر چی میگردم. محسن اینجا چیکار میکنی؟ یه لحظه علم گرفت. باشه بابا یزیری رو دکنی. بچه‌ها پلن خ و د دیگه کلا ما پلنمون همش ریده شد توش. از الان دیگه باید هر چی دم دستم میاد رو انجام بدیم که این دکور تمام بشه بره. میخوایی که خواستیم بزنیم به دیوار انقدر سفت و بتونیه که نمیره تو میخ، باید با همون چسب زیاد کارو در بیاریم دیگه. خب بچه‌ها اینجا داریم پنل سوم آمادهش میکنیم. همونطور که میبینید سینا داره چسبش رو میزنم و من الان میرم روی صندلی رفتم و با کمک سینا دوتایی میچسبونش روی دیوار و تمام. پنل چهارم جمع آخر نباشه. بچه سینا رو دارید نگاه میکنید که خوابش برده اینجا با یه دکور نگه داشته که چسبه به دیوار. حالا جدا از این یه دونه ویو خفن بهتون نشون بدم از بالکن خونم. نگاه بکنید اینجا، غروب رو نگاه کنید، فقط رنگبندی رو ببینید. خب بچه‌ها پنلا رو زدیم و تموم شدش. میرسیم به قسمت زیبای چراغاش که این چراغا رو باید داخل اینا قرار بدیم، توی اینا با چسب بزنیم بچسبونیم و بعد این تلقا میاد داخلش قرار میگیره. دیگه با این فلزش کاری نداریم، این برای یه کار دیگه است. ما فقط اینو برای اینکه چراغا رو داخل نصب کردیم روی این میذاریم و به همین خفنی که میبینید چراغا پشت این قرار میگیره و یه کار زیبا بهمون میده، یه دکور خوشگل. خب بچه‌ها ادیتور مثل هر بار سرعت ویدیو رو میبره بالا که زودتر به پایان کارمون برسیم و ببینیم که نتیجه چی میشه. لایک یادتون نره که با این کارتون حمایت بزرگی میکنید از کانال من. مرسی. بعد از کلی مشقت بالاخره این آخرین تلقه که دارم میزنم و تمام دکورمون داره آماده میشه. خوب هم لایک بکنید باشه یادتون نره. دهنم سرویس شد خدا وکیلی. جیجین. حالا یه ذره دیگه مونده، آخرشو بهتون نشون میدم.
بچه امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه و حتما واسه من توی کامنت ها بنویسید اگر چیزی نیاز داره که بخواد اضافه بشه. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. تا ویدیو بعدی اول از همه سلامت باشید و بعد پولدار. بای بای.